محدوده ضلع جنوب خیابونه ضلع جنوب میدان انقلاب هستیم. خیابون کارگر جنوبی همونجوری که در تصویر مشاهده می‌کنید ساختمان اداری فراجا به صورت کامل تخریب شده. متاسفانه بخشی از همشهری‌ها به واسطه حضورشون توی این مسیر خیابون و ترددشون آسیب دیدن. هنوز از تعداد شهدا و مجروحین آماری در دسترس نیستش. یه تصویر بگی. تیفور دارم که تیفور آورد دیگه، اینا داره میبره. همونطور که در تصویر می‌بینید تعداد قابل توجهی از ساختمان‌های اداری، مسکونی و مغازه‌های چند ده متری این حادثه مورد آسیب جدی قرار گرفته. الان با حضور بچه‌ها عدالتمند وارد تعدادی از این ساختمان‌ها میشه. ان که کسی حضور نداشته باشه، آسیب ندیده باشه. کسی داخل نیست؟ کسی داخل نیست؟ تو آسانسور کسی نبود؟ کسی داخل نیست؟ آسانسور نیست. این طبقه نیست؟ آه کسی نیست تو ساختمون؟ نه این طبقه نیست. این طبقه نیست. این طبقه نیست. میدان انقلاب